سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من مصطفی صفابخش هستم. در ابتدا خودم رو براتون معرفی میکنم. من لیسانس برق الکترونیک دارم. برنامه نویس پایگاه داده، هوش تجاری، دیتا آنالیزور و مدیر استقرار پشتیبانی سیستم های ERP بودم. 13 سال توی این حوزه تخصص داشتم. تو شرکت های بزرگی کار کردم. در حال حاضر 3 سال هست که دیگه کارمند نیستم و به صورت اختصاصی استراتژیست بازارهای مالی، برنامه نویس اکسپرت، اندیکاتورهای تخصصی به خصوص در بازار فارکس و نماد طلا و داو جونز هستم. واقعیت این کلیپ رو دارم براتون ضبط میکنم با توجه به شرایطی که الان حکم فرما هست. حداقلش اینه که کمکتون کنم چطوری بتونید یه استراتژی برای خودتون داشته باشید، حساباتون رو رشد بدید و حداقل از جلوی ضررهایی که با این شرایط قیمت دلار میتونه به سرمایه‌هاتون وارد بشه جلوگیری کنید. من شروع میکنم از یه سوال، اینکه چگونه ما به استراتژی سودآور و رشد حساب برسیم. برای اینکه ما بتونیم یه استراتژی سودآور داشته باشیم و حسابمون رو رشد بدیم، در اولین اقدام باید بدونیم که یک فرمول جامع و مشخصی وجود نداره که اگر این فرمول رو شما بدونید توی بازار سودآور میشید و اگر این فرمول رو ندونید سودآور نمیشید. این نیست. و مهمترین نکته در حوزه استراتژی نویسی و در حوزه سودآور شدن و رشد حساب اینه که شما یه سری بایدهایی وجود داره، یه سری خطوط قرمزی وجود داره که اونها رو باید رعایت کنید. اگر این خطوط قرمز رو رعایت بکنید، من با مدیریت سرمایه‌ای که تا چند دقایق دیگه بهتون توضیح میدم بهتون ثابت میکنم که حتی با تاس انداختن یا هر نوع معاملات شانسی هم شما میتونید حساباتون رو رشد بدید. اما اگر این بایدها رعایت نشه، بهترین استراتژی بازار هم شما داشته باشید، قطعا سودآور نیستید. بذارید خطوط قرمز رو بهتون بگم. اولین نکته‌ای که بابت خطوط قرمز به شدت اهمیت داره داشتن حد ضرره. حد ضرر خیلی مهمه. اگر حد ضرر نمیذارید در معاملاتتون، شما قطعاً از بازار حذف میشید. و داشتن حد ضرر، این که قبل از اینکه شما یک معامله ای رو باز بکنید حتما باید بدونید که ریسک این معامله چقدره و اگر این معامله به اون شرایطی که شما پیش بینی کردید پیش نرفت، چقدر قراره از داراییتون رو از دست بدید. و این حد ضرر در هیچ شرایطی، تاکید میکنم در هیچ شرایطی نباید بیشتر از 2% اکانتتون و سرمایه‌تون باشه. اگر بیش از 2% ریسک میکنید، شما قطعا از بازار حذف میشید. دومین نکته که خیلی مهمه و داشتن مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک. یعنی شما باید با تمامی قوانین مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک آشنا بشید. قبل از اینکه استراتژی انتخاب بکنید باید تمامی شرایط رو برای خودتون مشخص کنید، بدونید با چه مدیریت سرمایه و مدیریت ریسکی قرار معامله رو انجام بدید. بعد از اینکه شما مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک رو رعایت کردید، میگردید دنبال یه استراتژی. فرقی نمیکنه چه استراتژی. شما هر استراتژی که قرار استفاده بکنید حتما باید به مدت 2 سال ازش بک تست بگیرید و به مدت چند ماه فوروارد تست. یعنی قبل از اینکه اصلا با حساب دمو هم حتی معامله بکنید باید روی اون استراتژی مسلط بشید. وقتی که روی استراتژی مسلط شدید، حتما باید روی حساب دمو حداقل 100 تا معامله طبق اون استراتژی که مشخص کردید و اون مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک انجام بدید. اگر این کارو نکنید، قطعا شما از بازار حذف میشید. نکته خیلی مهم که من به خیلی زیاد دیدم این که خب اینجا بازار مالی اصلا شوخی نداره، اصلا شوخی بردار نیست، به راحتی شما رو حذف کنه. به خاطر همین معامله کردن با پول قرضی، وام،
پول دیگران، سرمایه‌های حیاتی مثل فروختن ماشین و فروختن خونه یا هر چیز دیگه ای، طلا، بابت اینکه بگید خب من اینو میفروشم 2 معامله میزنم بیشترش میکنم دوباره میخرم، همچین چیزی نداریم اینجا حذف میکنه. اینجا همین جور که رویا فروش ها بهتون میگن بازار دلاریه و سودهاش دلاریه، ضررهاش هم دلاریه. و نکته اینه که 95% افراد در بازارهای مالی بازنده هستن. اینجا بازاریه که برآیندش صفره، بازاریه که پول از افراد فقیر به افراد ثروتمند انتقال پیدا میکنه، بازاریه که 95% احتمال اینکه شما پولتون رو از دست بدید هست اگر هر کدوم از این نکاتی که بهتون میگم رو رعایت نکنید. سیگنال گرفتن ممنوع، یعنی شما تا زمانی که روی یک استراتژی تسلط پیدا نکردید اصلا اجازه ندارید با سیگنال دیگران معامله کنید. به خصوص اصلا نمیدونید اون سیگنال بر چه اساسی صادر شده. اگر از سیگنال استفاده میکنید شما از بازار حذف میشید. استراتژی بدون بک تست شخصی ممنوع، یعنی بهترین استراتژی هم اگر بهتون معرفی شد اگر شما بک تست نگرفتید مطمئن باشید از بازار حذف میشید. یعنی شما روزانه باید 10 الی 11 ساعت، یعنی تا 10 الی 11 ساعت توی بازار مشغول بک تست گرفتن باشید، نهایت 1 تا 2 ساعت بتونید معامله بکنید. این کل تایم کاری یه دی تریدریه که توی اول مسیرشه، یعنی تو 3 سال اول مسیرشه. حالا بعد از 3 سال شما به تسلطی قطعا میرسید که میتونید روزانه با نیم ساعت معامله کردن اون سودی که میخواید رو از بازار بگیرید و برید پی زندگیتون رو اشغال کنید. من واقعیت تخصص خودم استفاده از یعنی نوشتن اندیکاتور و اکسپرته. با دانشی که تو این حوزه دارم به قطع بهتون میگم که استفاده از اندیکاتور و اکسپرت ممنوع. خب شاید براتون جالب باشه بگید تو که خودت داری اکسپرت مینویسی، اندیکاتور مینویسی، چرا میگی ممنوع؟ نکته ای که هست 99% اندیکاتورها و اکسپرت هایی که تو بازار وجود داره اکسپرت هایی هستند که سرمایه شما رو پودر میکنه و اگر اندیکاتور یا اکسپرتی وجود داشته باشه که باعث رشد سرمایه بشه این اصلا در فضای عمومی منتشر نمیشه و قیمت‌های نجومی خواهد داشت. روی این حساب من قطع به یقین بهتون میگم استفاده از اندیکاتور و اکسپرت ممنوع. حتی من خودم هم احتمالاً که نه اکسپرت هایی دارم که سودآوره اونو تو فضای عمومی قطعاً منتشر نمی‌کنم و نکته‌ای که وجود داره روی این حساب شما تا زمانی که خودتون دانش اندیکاتور نویسی و دانش اکسپرت نویسی ندارید و استراتژی شخصی خودتون رو تبدیل به اندیکاتور یا اکسپرت نکردید از هیچ اندیکاتوری استفاده نکنید مگر اندیکاتور ساده مثل EMA که نهایت برآیند چند تا از کندل های عقب و اوریج کندل های گذشته است و اندیکاتورهایی که روی عمل های اصلی مثل های لو، کلوز و اوپن مارکت بهتون دیتایی میده و اینا بقیه اندیکاتورها یا کندند، دیر بهتون سیگنال میدن، خیلی دیر شما رو از معامله خارج میکنن و اندیکاتورهایی هم که به صورت اختصاصی نوشته شده عمدتاً ضررده هستن و به یقین بهتون میگم که با اندیکاتور شما قطعاً به سود مستمر نخواهید رسید. شاید 1 ماه مثلا 10 تا پوزیشن، 20 تا پوزیشن، چند تا پوزیشن خاص بک تست بگیرید ببینید که وین ریت خوبی داره، ولی در دراز مدت اندیکاتور باعث ضررهای سنگینی برای شما خواهد بود. به طبق تجربه میگم بیش از یه بازار معامله نکنید. کسایی که به صورت کلی هم تو بازار کریپتو هم تو بازار فارکس دارن کار میکنن عمدتاً آدم‌هایی هستند که خروجی خیلی پایداری نداشتن و تمرکزتون رو بذارید روی یه بازار. حالا بازار فارکس رو من انتخاب کردم به خاطر اینکه بیشترین حجم نقدینگی و بیشترین حجم پول توش جابجا میشه، بزرگترین بازار مالی دنیا هست و بحث نقدینگیش، بحث در دسترس بودنش و همه این شرایطی که دست به دست هم داد که من بازار فارکس رو انتخاب کنم. من تو بازار بورس کار کردم، توی بازار کریپتو کار کردم و نهایتاً
فارکس رو انتخاب کردم. توی فارکس هم فقط روی نماد داو جونز و دلار، داو جونز و طلا معاملات اختصاصیم رو انجام میدم و سراغ نمادهای دیگه هم نرفتم. اکثر استراتژیایی که به صورت عمومی توی بازار مطرح شده رو من کد کردم، نتیجه هاشو گرفتم، یه سری اطلاعاتی میدم، اینا تجربه است. عمده استراتژی‌ها در بهترین حالت اگر نوشته بشه در تمامی زمانها اگر ازش استفاده بکنید وین ریت 50-50 داره. یعنی مثلا 52% احتمالاً وین ریت مثبت باشه، 48% منفی، یا 52% مثبت 48% منفی. خیلی بعیده استراتژی پیدا بکنید که مثلا بار 1 به 1 وین ریت، این چیزی که دارم میگم به صورت کلی رو مارکته. اینکه یک ماه شما یه استراتژی رو تست کنید وین ریت 70 داشته باشه مد نظرم نیست. این چیزی که من دارم میگم در برآیند بیش از 5 ساله. یعنی شما یه استراتژی رو پیدا میکنید توی بازه زمانی 5 تا 8 سال اگر ازش استفاده بکنید ماکسیموم وین ریت 50-50 بهتون میده. اینو من بهتون میتونم ثابت بکنم با اندیکاتورهایی که نوشتم، بهتون ثابت میکنم. به خاطر همین شما برای اینکه استراتژیتون سودآور بشه باید یه سری فیلترهایی رو اعمال بکنید تا وجهه مثبت استراتژیتون رو سنگین تر بکنید. باید بدونید که این استراتژی تحت چه فیلترهایی عملکرد بهتری داره. با اون فیلترهاست که یه استراتژی تبدیل میشه به استراتژی با وین ریت 70% و بالاتر. و نکته دیگه ای که باید بهش اهمیت بدید اینه که روی استراتژی باید مسلط بشید، باید تسلط داشته باشید تا بتونید با اون استراتژی کار کنید. اگر این مراحل رو طی کردید به قطع بهتون میگم که اکثر استراتژی ها رو میتوانید تبدیل به اکسپرت کنید، به شرط اینکه خودتون دانشش رو داشته باشید، با تسلطی که دارید تبدیلش کنید. اینجا قرار نیست من به شما رویا بفروشم یا ترغیبتون کنم که توی یه کارگزاری عضو بشید یا بابت این ویدیوها بخوام ازتون هزینه‌ای بگیرم. اینا فقط تجربیات منیه که 3 سال به صورت تخصصی صبح تا شب، شب تا صبح با این سیستم کار کردم تا به یه شرایطی برسم که بتونم حسابم رو رشد بدم و به صورت منطقی توی این بازار دووم بیارم، حذف نشم و به عددهای خیلی بزرگی فکر کنم. روی این حساب اگر گوش کنید به نفعتونه، اگر مجدد ویدیوها رو ببینید به نفعتونه، اگر هر جایی حس میکنید که درست نمیگم برید تست بکنید، تجربهش کنید، شاید آسیب ببینید، شاید به سلامتتون آسیب وارد بشه، ولی نهایتاً مقصد نهایی همینیه که میگم. یعنی تمام آدم هایی که میبینید سودده شدن و واقعا تریدرن، یعنی ترید میکنن، چون عمده افرادی که دارید توی فضای زرد سوشیال میبینید تریدر نیستن. طرف پکیجی ضبط کرده یا از یه کارگزاری شرایطی براش ایجاد شده میخواد که به شما معرفی بکنه، یا هزار تا دلیل دیگه کارگزاری برای خودشه. خیلی زیادن این افراد و قطع به یقین با قدم گذاشتن در اون مسیرها به جایی نخواهید رسید جز این که جیب اون شخصی که این راه رو بهتون معرفی کرده رو پرپول‌تر کنید. ولی این ویدیوهایی که ضبط میکنم هیچ عایده‌ای برای من نداره و صرفاً بابت این موضوعی که دوست داشتم که این تجربیات رو ضبطش بکنم، در اختیار شما قرار بدم. امیدوارم که استفاده بکنید. حالا میرم سراغ اسلایدی که به صورت کلی تجربی دارم بهتون میگم. استراتژی اصولی چیه؟ استراتژی اصولی استراتژی که زمان مشخص تست شده با استراتژی داره. یعنی شما یه استراتژی دارید، میایید بک تست چند سالش رو میگیرید، یه زمان گلدن تایمی براش پیدا میکنید که این استراتژی توی این زمان بهترین وین ریت رو میده و شما ملزم هستید که اون تایم رو رعایت بکنید و اگر خارج از اون تایم شرایط براتون اتفاق افتاد و معامله نکنید. یعنی اصلا قرار نیست شما کل روز رو معامله بکنید، شما قراره بهترین زمان رو برای معامله انتخاب بکنید و بهتون ثابت میکنم با تعداد معاملات خیلی کمی تو روز شما میتونید عددهای نجومی بسازید. ریسک هر معامله رو 0.5% در نظر بگیرید.
برای معاملات پر ریسک و 1% برای معاملات کم ریسک. این مجوزیه که شما باید رعایتش بکنید. اگر بیش از 1% در معامله ریسک میکنید و تعداد معاملاتتون هم تو روز بیش از 5 تا معامله باشه، شما حسابتون رو از دست میدید. یا نهایتا هم از دست ندید، به این فکر کنید که اگر 50% حسابتون بره طی چند روز که زیان ده باشید، برای اینکه جبرانش بکنید باید 100% حسابتون رو رشد بدید تازه برسید به نقطه همون مسیر. خیلی سخته و مهمترین چیز توی بحث سودآوری اینه که شما سرمایه‌تون رو نذارید درآمدان زیاد بخوره. شما درآمدان بیش از 10% رو بخواید جبران بکنید، باعث میشه که از لحاظ روانشناسی به مشکل بخورید، احساسی تصمیم بگیرید، در عمده مواقع حسابتون رو کال کنید. روزانه نهایتاً 3 تا 5 تا معامله انجام بدید. اینا هم علتش رو توی اکسل مدیریت سرمایه خدمتتون عرض میکنم. استفاده تنها از استراتژی شخصی همراه با تسلط. یعنی اگر استراتژی شخصی ندارید، استراتژی که روش تسلط ندارید، منظورم از استراتژی این نیستش که یک کلیپریو شما ببینید بگید 2 بار 3 بار ببینید بگید خب این استراتژی منه برم انجامش بدم. نه، منظورم نیست. استراتژی چیزیه که شما به صورت روزانه بک تست بگیرید، 2 سال حداقل 2 سال چارت رو توی اون تایم فریمی که انتخاب کردید، یعنی کندل به کندل توی اون زمانی که مشخص کردید باید وین ریتتون مشخص باشه، خروجی استراتژیتون مشخص باشه، تسلطتون روش مشخص باشه و بعد از اینکه این کار رو کردید یک مدت فوروارد تست انجام بدید. بعدش 100 تا معامله توی حساب دمو انجام بدید. بعدش 100 تا معامله با کمترین حجم توی لایو انجام بدید. تازه توی اون نقطه شما میگید خب من از این استراتژی میتونم حسابم رو رشد بدم. اصلا هم توی به این فکر نکنید که بازار داره فرار میکنه دستتون میره. بازار همیشه هست و شما هر چقدر زمان بذارید روی این تسلطه، در آینده خیلی کوتاه‌تر به اون مسیر سوددهی میرسید. و در آخر هم معامله در یک بازار و نهایتاً 2 نماد معامله که خدمتتون عرض کردم، اگر در یک نماد تسلط 100% داشته باشید خیلی بهتر از اینه که هر نمادی رو شما بتونید روش کار بکنید. من ویدیو رو اینجا قطع میکنم و با اکسل مدیریت سرمایه دوباره ادامه ویدیو رو باتون ادامه میدم که بریم روی ادامه ویدیو. خب برمیگردیم سراغ اکسل مدیریت سرمایه. این اکسل برای من همیشه مسیر من رو مشخص کرده و هر اکسپرتی یا هر استراتژی که انتخاب کردم باید در قالب این اکسل مدیریت سرمایه من خروجی داشته باشه تا بخوام اون رو انجام بدم. حالا یه توضیحات کلی خدمتتون میگم. اول اینکه بدونید که جامعه هدف من برای این ویدیوها افرادی هستن که مقداری با بازار آشنایی دارن، یعنی معنی آر به آر رو میدونن، حد ضرر میدونن چیه و میدونن که حالا باید طبق یه اصولی معامله بکنن. اگر این اصطلاحاتی که میگم رو باهاش آشنایی ندارید، با یه سرچ ساده حالا از چت جی پی تی میتونید بپرسید یا توی گوگل سرچ بکنید، این مسائل براتون مشخص میشه. من یه اکسلی آماده کردم که به صورت رندوم، یعنی من هر بار که روی این اکسل کلیک میکنم عدداش عوض میشه و یک استراتژی مد نظرم بوده که در حالت آر به آر 1:2 همیشه وین ریت بین 39 تا 41.2% که حداقل وین ریتی هست برای اینکه آر به آر 1:2 سودده باشه رو میده. یعنی ببینید من هر بار که کلیک میکنم اینجا وین ریت برای من مشخصه که من دارم با یه استراتژی کار میکنم که در زمان بلند وین ریت 40% برای آر به آر 1:2 رو میده و من برای یک روز معاملاتی حد اکثر 5 تا معامله در نظر گرفتم. یعنی شما ماکسیموم اجازه دارید 5 تا معامله در روز رو داشته باشید. ریسک رو برای معاملاتم 25% برای معاملات خیلی پر ریسک، نیم برای معاملات عادی و 1% برای معاملات
بسیار کم ریسکم در نظر گرفتم. فرض کنید بالانس اولیه رو من $1000 در لحاظ بکنم، این الگو با هر ساختاری که من انتخاب بکنم یه نتیجه‌ای به من میده. میخوایم این نتیجه ها رو با هم بررسی کنیم. خروجی معاملات من 3 حالت مختلف داره. -1 یعنی SL خورده اون معامله، 0 یعنی در حالت ریسک فری از معامله خارج شده و 2 یعنی تیپی 2 معامله تاج شده. و این توزیع کاملا تصادفی هست و هر بار که من کلیک بکنم این معاملات تغییر میکنه، این عددها. و اگرم دوست داشته باشید این اکسل رو میتونم در اختیارتونم قرار بدم. من فرض میکنیم حالا ابتدا من میام برای 30 روز معاملاتی رو در نظر میگیرم. این عدد رو میذارم 30. انتظار اینه که شما تو 30 روز معاملاتی با وین ریت 41 اگر معامله بکنید 51 ریوارد مثبت بهتون بده. اگر 51 ریوارد مثبت توی 30 روز معاملاتی، 30 روز معاملاتی یعنی روزهای شنبه و یک شنبه رو باید ازش حذف کنید، توی 30 روز 51 ریوارد بهتون بده، $1000 شما تبدیل میشه به $1657. حالا تومنیش هم بخوایم در نظر بگیریم، امروز دیگه دلار 142,500 تومن هست. خب که $1000 شما که 140 میلیون پولش میشه، در یک ماه معاملاتی تبدیل میشه به 227 میلیون. در حالتی که ببینید من اینو هی تغییر میدم که ببینید که میخوام بهتون بگم معاملاتتون فقط کافیه یه استراتژی 40% شما بهش بدید با RBR 1:2 با سود مرکب تو همین رنجه، یعنی قرار نیست کم بشه. حالا بعضی مواقع وین ریت که بیاد بالاتر عدد بهتری هم میگیره. حالا اسپرد و کمیسیون و اینها هم توش لحاظ بکنید، نهایتا 10% توی این عدد تاثیر میذاره. یعنی 260 میلیون شما یا $1800 شما نهایتا $200 ازش کمتر لحاظ بکنید میشه $1600، یعنی 50% رشد سرمایه. خیلی ایدئال هست این شرایط. منتها فقط میخوام بهتون بگم که چون بحث رندوم رو من برای این لحاظ گرفتم، شما اگر طبق مدیریت سرمایه، طبق اصولی که بهتون گفتم، معاملاتتون مشخص باشه، اوورترید نکنید، 5 معامله در تایم مشخص، نهایتا حالا در تایم فریم 1 دقیقه، 3 دقیقه، 5 دقیقه یا حتی 15 دقیقه در نظر بگیرید، یه همچین خروجی داره. اگر ما این رو تبدیلش بکنیم به 60 روز معاملاتی، چه اتفاقی برای سرمایه‌تون میفته؟ توی 60 روز معاملاتی اگر طبق اصول پیش برید 116 تا ریوارد مثبت تقریبا و $1000 میشه $3117. ببینید من هر بار که اینو عوض میکنم نتیجه معاملات تغییر میکنه و میخوام بهتون بگم با یه وین ریت ثابت مهم نیستش که توی یه روز چه خروجی. ببین من روزهایی هستش که با یه SL بسته شده و حتی روزهایی که با SL های بیشتر بسته شده وجود داره و این الگو رو اگر شما رعایت بکنید به یه همچین نتیجه‌ای خواهید رسید. البته که یه سری فرمول هایی بهتون میگم که یک مقدار محتاط‌تر از این موضوع، یعنی زمانی شما میتونید با این الگو 5 تا معاملاتتون رو کامل بگیرید که به یه استراتژی به وین ریت 40% در تایم فریم بلند مدت رسیده باشید. اگر هنوز همچین استراتژی تو دستتون نیست، شما نهایتاً یه تیپی 2 یا روزتون با 2 تا تیپی یا یک تیپی بسته شد دیگه معاملات رو ادامه نمیدید. یعنی فرض کنید تو یه روز مثال بخوام خدمتتون بزنم، اینجا که 5 تا ریوارد مثبت گرفته، ما همین معامله اول که تیپی 2 گرفتیم دیگه روزو ادامه نمیدیم، کافیه
نیازی نیستش که 5 تا معامله رو کامل بکنید، ولی فقط میخوام الگوی مدیریت سرمایه درست رو خدمتتون عرض بکنم که چه قدرتی میتونه داشته باشه که توی هر شرایطی باعث میشه که شما سودآور باشید و حسابتون رو رشد بدید. من 60 روز رو تبدیل میکنم به 100 روز معاملاتی. توی 100 روز معاملاتی انتظار میره که شما 176 ریوارد گرفته باشید و $1000 با یه ریسک خیلی منطقی. یعنی شما اگر 5 تا معامله هم ضرر بخورید، 5 تا معامله هم در حالت بسیار پر ریسک گرفته باشید، یعنی در حالتی که ریسک ماکسیموم رو در نظر گرفته باشید، هر 5 تاش هم ضرر بشه نهایتاً 5% اکانتتون رو از دست میدید. و چه بسا باید الگویی رو داشته باشید که معاملاتتون رو به 3 تا معامله کم ریسک، ریسک متوسط و ریسک پر ریسک تقسیم بندی بکنید. حالا اینها رو در ویدیوهایی که بابت استراتژی خدمتتون ضبط میکنم میگم که چگونه بتونید تشخیص بدید که معاملتون کم ریسکه، ریسکش معمولیه و پر ریسکه، که بتونید این الگو رو براش رعایت بکنید. در حالت 100 روز معاملاتی $1000 ما میتونه تبدیل بشه به 800 میلیون تومان. داره جذاب میشه. $5500. و اگر ما اینو بریم سراغ 365 روز 1 سال معاملاتی رو در نظر بگیریم، $1000 ما میتونه تبدیل بشه به $1 میلیون. خیلی عدد غیر منطقی شد از دید ما، ولی واقعا شدنیه. یعنی شما کافیه تو 365 روز 712 تا ریوارد مثبت بگیرید. 712 تا ریوارد مثبت گرفتن توی این بازار $1000 شما رو تبدیل میکنه به 153 میلیارد تومان. جذاب نشد؟ خیلی جذابه. فقط کافیه مدیریت سرمایه. من اینجا هیچ صحبتی از استراتژی نکردم. یک استراتژی آر به آر 1/2 و وین ریت 40% و ماکسیموم 5 تا معامله توی روز 140 میلیون شما رو در 1 سال تبدیل میکنه به 153 میلیارد تومان. من بارها این استراتژی رو اجرا میکنم، ببینید که چه اتفاقی میفته. 267 میلیارد تومان، 265 میلیارد تومان، 202 میلیارد تومان. اصلا لازم نیست به این عدد برسید. یعنی شما کافیه که حسابتون رو 10 برابر رشد بدید، 15 برابر رشد بدید، 5 برابر رشد بدید. در یک بازار سودده اگر قرار بگیرید، بازه 1 2 3 سالی که به سیستم سودآورتون میخوره باعث میشه که به عددهای خیلی بزرگ برسید و تنها راهی که میتونید به این عددها برسید همین موضوعه. و اگر این موضوع رو رعایت بکنید قطعاً میشه. و اگر مدیریت سرمایه، حد ضرر و چیزهایی که گفتم رو رعایت نکنید، شما از بازار حذف میشید. این سرمایه به راحتی میتونه براتون صفر بشه و مهم نیست که دیگه چه اتفاقی برای سرمایه‌تون میفته. تایم ویدیو خیلی طولانی شد. قطع میکنم ویدیو رو. امیدوارم که متوجه منظور من شده باشید. اگر سوالی در خصوص ویدیو دارید حتما ازم بپرسید، پاسخ میدم. ببخشید اگر در حین ضبط ویدیو توپق زدم. من اولین بارمه، تجربه این موضوع رو ندارم و میگم این ویدیو صرفاً بابت آگاهی شما داره آماده میشه و هیچ آورده‌ای برای من نداره و ممنونم که وقتتون رو گذاشتید ببینید و امیدوارم که پرسود باشید و سال 2026 رو به رشد سرمایه و سودآوری به اتمام برسونید. متشکرم.